والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ده اینجا چی گپ است؟ قرآن کریم میخونه. بالله ظن السوء عليهم ضائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. شما در اینجا چیکار میکنین؟ قرآن میخوانیم. شرمم نمیکنی میگی؟ چرا شرم کنیم آقا صابر؟ در ماه رمضان قرار داریم. قسمی که میفهمین این ماه مبارک در عین زمان ماه قرآن هم هست و ما هم. وای 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 اعتراض ها؟ ما به خاطر قرآن خواندنتان پیسه بدیم یا به خاطر کار کردنتان؟ اما فعلا وقت نان چاشت است، به کسی ضرر ما نمیرسه. من در این فابریک عادتهای قرون وسطا را من نکرده بودم، اما من هدف شما را خوب میفهمم. کلتان انسانهای متعصب هستین. متعصب. با داشتن ایمان، عبادت کردن، خواندن کلام خدا انسان متعصب میشه؟ من دیوانه نسازین. این کلام خدایی که شما ازش بحث میکنین پر از گزافه گویی ها و فلسفه های بی مورد است. فایده و درآمد کلام خدا زیاد میکنه ها؟ به خود بیاین. شما متوجه هستین چی میگین؟ شما قرآن را که کلام خداوند است توهین میکنین. با این گپایتان گرفتار میشین. گرفتار؟ گرفتار میشم ها؟ امرای ما بیاین. کلتان بیاین. بیاین ببینین که من چطور گرفتار میشم. این چی میکنه؟ آی خاکیدین که من گرفتار میشم یا اینکه شما؟ نکن. گرفتار میشی. گرفتار عذاب میشی. چی شد؟ نه من خود چیزی نشد. من نگفتم براتون نشان میتونم؟ یه عقاید کنه را کنار بانین. به خاطر تولیدات اقتصادی در کتابا ضرورت نیست. دنیا تغییر کرده. با واقعیت های علم باور داشته باشین. به سوی روشنی بشتابین. به سوی روشنی. چیز نشد. امکان نداره. چیز نشد. خدایا او به چیز گرفتار نشد. چرا او به هیچ چیز نشد؟ کسی که این کار میکنه چطور زنده موندن میتونه؟ پدر و مادرم بر من دروغ گفتن. پدر کلان من برم دروغ گفتن.
چی میکنی آصف؟ میرم تا اشتباهی را که تا امروز مرتکب شده اصلاح کنم. تو چه اشتباه کردی؟ همه چیز، باورایم، ارزشایم، انتخابایم، کل چیز. تو میفهمی که چی میگی آصف؟ تا حالا من اشتباه کرده بودم. کسی که عمل بعد انجام میده او را هیچ چیز نمیشه. اما بعد از این من میفهم که چی کنم. آصف صبر کن، کجا میری؟ گفت من رو گوش کن آصف، کجا میری؟ چی میکنی؟ تو روزه هستی؟ حالا دیگه نیستم. اشتباه میکنی برادر. به خاطر یک انسان خدا نشناس میشه که از ایمان دل سرد شد؟ خداوند به بندش مهلت و وقت میته، اگر اصلاح نشد باز وقت بلای خود سرش نازل میکنه. خداوند مهلت میته ولی اهمال نمیکنه. اینا نمیفهمی؟ من دیگه هیچ چیز نمیفهمم. خوش آمده. کدام چیزی شده که وقت آمدی؟ بسیار چیزا شده. چی میکنی آصف؟ چیزایی که به درد نمیخوره از زندگی خود دور میکنم. نفهمیدم این چی دیوانگیست که میکنی؟ دیوانگی نمیکنم، بسیار جدیستم. اگه کتاب مقدسم در برابر بدیا بی‌پروا باشه دنیا رو من نجات خود دادم. چی میگی؟ من خود چیزی نفهمیدم. چشمایت روشن. شبام دیگه تو رو خسته نمیسازم. بعد از این روزم وزم دیگه خبری نیست. تو را چی شده آصف؟ هیچ. روزایی که روزه گرفتی چی کردی؟ کاروبار روزه نگرفته یاد جایش هست. تو هم ختم میکنم گفته خدا دیگه خسته همراه دین و ایمان شکم سیر نمیشه. خدای من این راست بوده نمیتونم. اگه گفتای حقیقت داشته باشه. تو درست شنیدی. کسی که تو را شریک زندگی خود قرار داد او آصف سابق بود، اما او مرد. حالا دیگه من یک آدم دیگه هستم. بعد از این من به تو و این خانه دیگه ضرورت ندارم. خوش آمدین. میدون فوتبال 10 بار دوره زد و پدر، اما نفتادم مثل که شما گفته بودین. فکر کردم در حالت روزنداری شاید مشکل شود، اما مشکل نبود. اما با اسکیل بسیار کنه شده پدر. نوشته چی وقت میگیریم؟ کجا میریم پدر؟ وقت افطار نیستی کرد. مادر، پدر من چی شده؟ مریض خونیست؟ نه بچه، مریض نیست. در خارج از شهر کار پیدا کرده. از اینکه از ما دور میشه غمگین بود. اما من در بغلش نگرفت. گفتم نه، غمگین بود از اون خاطر. شاید با مشکل تحمل کرده باشه. بیا
ما سفره افطار خود تیار کنیم. پروردگارا با رزقت افطار میکنیم و خاص به خاطر تو روزه گرفتیم. این خوشی افطار به مؤمنان نصیب کردی و اشخاص غیر مؤمنان نصیب کن و به قلبایشان هدایت نصیب کن. آمین. آمین. اگه پدر ما می بود چقدر خوب می شد نه؟ ناراحت نباش بچم. پدرت از زودترین وقت پیش ما پس خود آمد. اینا رو از اینجا بگیرین. حالتشان از کو علیم، حالتشان از کو. همین که کارهای بیرونیش تمام شود دیگه خلاص است. بله، نظر نشه کار ساختمان بسیار سریع پیش میره. در ظرف 8 ماه رسیدن به این حالت از سال تو هوا خوب است. تو چقدر خوش قدم هستی به خدا. وقتی که پدرت زمین ها رو خریده بود پدر ما او رو دیوانه میگه. کی میفهمید که در سر این کوه اجازه ما رو خانه داده میشه و زمین های ارزش پیدا میکنه. همونطور است. ما هم انتظارش نداشتم. از بعضی افکار بیهوده که نجات یافتم طالعیم روشن شد. ما به همین تعجب کردم. وقتی که تو زنگ زدی و گفتی که ساختمان ها را به شراکت اعمار کنیم در دلم گفتم که همراه این انسان های متعصب چطور کار را پیش خواهد بردم. اما وقتی که دیدم عاصف ما هم عقیده ما شده. آفرین. شنیده بودم که همراه دختر کدام حافظ عروسی کرده بودیم، اما که بسیار با حجاب بود. حال کجاست؟ جدا شده؟ اولاد نداره؟ گمش کن. او با مفکورای ما موافق نیست. مانع کار من میشه. به هر صورت گمش کن. هر انسان از خود یک دوره جهالت می داشته باشد. بعدشون ماگا میشه و کارهای سربرا میشه. ثروتش بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. بیشتر و بیشتر. هزیام کده بیشتر خواهد شد. زنده باد. حتما پدرم است انشالله. صاحب خانه است مادر. تو رد کار دارم. تو برو من اونا رو جمع میکنم. شکک پایین شدن نمیتونی؟ خیلی چه قصد بالا شدی؟ تشویش نکن من تو رو پایین میارم. هرچی بگوین حق به جانب هستین کاکا رجب. میفهمم دمای ششم هستیم اما براتون گفته بودم شوهرم خارج از شهر کار میکنه. در همین نزدیکی ها میه باز وقت همیشه یک جای براتون میتونم انشالله. ما بیشتر از منتظر بودن نمیتونم دختره. ما هم پیرمرد هستم که همراه کرار روزگار خود سیر میکنم. وقتی که شما کرار رو ندین همه کارهای برام میخوره. اگر در ظرف 10 روز کلش تحویل نکنین بسیار میبخشید. مجبور هستم شما را از خانه بگیرم. کوشش میکنم یک چاره پیدا کنم کاکا رجب. خدایا حالی چی خود کردم کمکم که پروردگارا. من این پسر از کجا پیدا کنم؟ با همکاری همسایه تا کجا برم؟ نان خوردنم برای ما نمانده.
باید تحت مراقبت ما باشه. در همچون حالات 24 ساعت اول بسیار مهم است. اگه مدت بخیر پشت سر بگذرانه میتونین فردا ببرینش. انشالله دکتر صاحب. شفا باشه. سلامت باشین. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا به حرمت اذانها و به برکت روزهایم بچه مرا برم بازگردان خداوندا. با پدرش معلوم بساز خداوندا. در هر جایی که باشه برش احوال برسان. یک وسیله برش احسان کن. او را از راه های منحرف نجات بده. حقیقت برش نشان بده خداوندا. تو بزرگوار هستی خداوندا. آنچه که در خیر ماست همون رو نصیب ما کن. آمین. با سلامتی. با سلامتی. تو خوب آدم هستی اما تو رو به شراب عادت دادن نتانسته. من هیچ خوشم نمیایه. وزن شهاره که میبینم هیچ وقت دل من راضی کردن نمیتونم. اما وقتی که نشه شدی از حالت بیخبر میشی. همراه عقلم در کلم میتونم. انسان بالاخره به اوضاعش مسلط است. اصلا مزمی میترسم. مره بیبی اصلا تو از عذاب خدا خو نمیترسی. خدا بیامرز مادرم میگفت کسی که به قرآن دست بی حرمتی دراز میکنه با غضب گرفتار میشه. او قدرم کنجکاو نبودم. هرچی که میگفت ساده‌وار قبولش میکرد. اما قلبم بسیار راحت بود. بعدش یک روزم فهمیدم که اما گفته های مادرم به اساس بوده. ما انسانهایی را دیدیم که گناه های بزرگتر از این مرتکب شدن اما جور تیار میگردن. بر علاوه ثروت داراییشان هم زیاد شده میره. وقتی که او را دیدم کل باورهای خود از دست دادم. خوب است که ایره میفهمی چیزی به نام گناه وجود نداره برادر. اصلا دوری جستن از ایشونوش گناه. من از وقتی که خدا به یاد دارم شراب می نوشم. به نظر شما به کدام غضبی گرفتار شده؟ آیا مقبول نیستم؟ اصلا کسی که از ایشونوش زندگی لذت نمیبره او گرفتار میشه. زنده با کسی که ایره نمی نوشه گرفتار میشه. حال میایا هایدر! هایدر! چی شد هایدر؟ نه همه ما خوب هستیم پدر جان. چیزی برای نگرانی وجود نداره. اما همون مقدار پولی را که گفته بودم روان کرده بتانی بسیار خوب خواهد شد. آصف خارج از شهر کار میکنه. میفهمی دیگه. در همین نزدیکی ها انشالله او هم خواد آمد. شما رو دچار مشکل نمیسازم. سلامت باشی پدر. خدا ازت راضی باشه. هایدر تو خوب هستی؟ هایدر؟ یک دانه مادر خود. انشالله خوب میشی بچم. بچه که مقبوله. از زین افتاده دکتر صاحب. مثل که سر شکسته. چند جای دیگه شما اوگار شده. زود به بخش عاجل ببرینش. عملات خانه را آماده کنین. بچه‌شم دکتر صاحب.
میخوای چیزی بگویی؟ من رفتن نیست. امرای شکستگی زنده ماندن مشکل است. نه یک چیزی بکنه. الا کنه آسف گپ کلان زده. به خیالم به غضب گرفتار شده. جان داد ساعت 4:37 است. با فامیلش خبر بده. بله. عرفان بچه برای چی شده؟ تو؟ گوهر؟ خدا را شکر. اینجا چه کار میکنی؟ چه قسم خبر شده؟ کی طور خبر کرده؟ از چی خبر شده؟ از عرفان خبر نداری؟ بچه ما از درخت افتاد آصف. راست میگی؟ خدا را شکر که چشمشو باز کرد. خطر رفت شده. من به بانک میرفتم. قرار بود که پدرم پیسه روان کنه. مرا پیش بچه میبری؟ پشتت بسیار دق شده بودم پدر. این کار چقدر طول کشید. مام بچین مام پشت دق شده بودم. تو همیشه میگفتی به ضعیفا، به مستمندا، به حیوانا باید کمک کنیم. از او خاطر نتانستم پدر او پشکه به حال خودش اعلا کنم. میفهمم بچین میفهمم. من نظر تو کدام رنگش بگیریم پدر؟ سبز یا آبی؟ خودت میفهمی بچه. رنگ سرخ رنگ دختران است نه؟ ببینیم هر رنگ را که تو انتخاب کنی همون را میگیریم. من نیایم چی میشه؟ در خانه یک عالم کار است. هیچ امکان نداره. میخوایم برای بار اول هم پدر و هم مادرم در پیش باشه. نظر شما مهم پس مادر؟ بسیار خوب درست است. زیاد دور است پدر؟ نه بچه کم مانده که برسه. کم مانده اینه بخیر میرسیم. نه یکی از پدر چی میخوایم؟ نترس بچه گمش از اینجا گمش از اینجا. آسف
آصف تو چی میگی؟ گم شو از اینجا. شما هستی؟ مسافر هستم. آصف تو را چی شده؟ پدر چی؟ تو صابر هستی؟ خدای من چی کردم؟ خدای من رو ببخش. من چی کردم؟ ای خدا من چی کردم؟ خدای من رو ببخش. لطفا من رو ببخش خدایا. خدایا من رو ببخش. او به کسی ضرر نمیرسونه بچه. من چی کردم؟ من چی کردم خدایا؟ من چی کردم؟ من چی کردم خدایا؟ من چی کردم خدایا؟ من چی کردم؟ پدر من چی شدم مادر؟ باز مریض شدم؟ نه بچم نه، برعکس او حالی بهتر است. از تو سپاسگزار هستم خداوندا. او سرگذشت مثل غده پلیده بود که ایمان ما متزلزل ساخته بود. سالها بود که خدا با ایمان فکر میکردم، اما زیربنای ایمان ما چقدر ضعیف بوده. چقدر بیخبر بودم که به خاطر هرزگی یک انسان بی ایمان خود از دست دادم. اما خدا را شکر که بازم حقیقت به واسطه اون انسان برم نشان داده شد. خداوند اگه مهلتون بده اما اهمال نمیکنن. این جمله رو میگی که سلیم بیادر میگفت. خداوند ازت راضی باشه. در برابری افراطگرایی با رشادت برخورد کردی، به خصوص بچیم. مرا قدر دوست داشت که خداوند او را در خوابایم دخیل ساخت و قلب ما به این لحظه آماده ساخت. اگه دعا و محبت شما نمی بود من تباه شده بودم.